من دستکشامو گذاشتم تو مایه لیگروی. با نزدیک شدن قرن 20 صنعتی شدن شتاب می‌گیرد، در حالی که نیروی بخار پیشرفت فزاینده کارخانه‌ها و حمل و نقل را تسهیل می‌کند. خیلی‌ها برای جابجایی هنوز از اسب استفاده می‌کنند، تا اینکه یک گروه کوچک از مهندسان دوراندیش اختراع جدید و دگرگون کننده‌ای را پایه‌گذاری می‌کنند. خودروهای اولیه دستگاه‌های خیلی ساده‌ای بودند و در اون موقع از فناوری جدید آگاهی نداشت. خودروها زمینه سفرهای شخصی را امکان پذیر می‌کنند. به سختی میشه اختراع دیگه ای رو نام برد که بر زندگی و سبک زندگی بشر تأثیری بیش از خودرو داشته باشه. یک صنعت جهانی که رقابت باعث پیشرفت سریع آن بود. شاید بعضی از سازندگان وسواسی و سختگیر بودن، اما هدف همه اونا رسیدن به آینده درخشان بود. بنز، دایملر، میباخ، رولز رایس، فورد، بنتلی، پورشه، هوندا و تویوتا خودروهایی را ارائه کردند که جهان را ساخت. خودروهایی که جهان را ساختند. کارل بنز، مخترع پرکاری که در کارگاه خانگیش کار میکرد، فکر میکند که راه حل مشکلی که از 5 سال پیش فکرش را مشغول کرده بود پیدا کرده است. آتش سوزی رهیبی که به خاطر مایع پاک کننده‌ای که از نفت مشتق شده بود باعث جرقه‌ای در مغز او شد. نام آن لیگراین. کارل بنز متوجه شد که این حلال تمیز کننده میتونه منبع خوبی برای تولید سوخت باشه. اگر بتواند نیروی انفجار لیگروین را مهار کند، شاید بتواند حمل و نقل شخصی را اختراع کند. به مدت 60 سال